سلام دوستان عزیز، من گلستان هستم و این نخستین صحبت زنده همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان است که در صفحه فیسبوکی آن نشر می شود. دوستان عزیز، هم صحبت ما هستند شیرین ما سلیم و قهرمان سیل یا خود شخصی از بیماری سیل شفا یافته. امیدوار هستم که حال شما خوب است شیرین ما. سلام علیکم. نه شما شادین اپا تشکر و شیرین ما میخواستیم یک صحبت زنده رو پیشنهادی خوب هواداران بگردونیم. از این رو چند سوال داریم که باور داریم که به سوالهای ما شما پاسخ میگوید و در آغاز من میخواستم شیرین ما که شما میگفتید واقعا همین بیماری سیل رو با زبان خود شما چی مینامید و همزمان همین بیماری یعنی بیماری سیل بر جسم و روح شما چگونه تاثیر داشت؟ بیماری سیل رو به زبان خودمون غم میگن، بود میگن، های به جسم جونی ما تاثیر سخت داد. خدا را شکر روز شفا یافتم، سلامتیم درسته، یگان چی غم نمیتوانی داشته. ما فکر میکردیم که دیگه در پای خودم راست ایستاده نمیتونم. همش گذشت، دوستا را فهمیدم که نزدیک بود ما که دستیاری داد همش در همین بیماری مدام معین شد. بعضی وقت میشه و همین دارو را استعمال نکردن میبینی تاثیرش میرسد، حالتهای وزمین در دچار میشود که نمیخوردیم یا 5-3 روز 4 روز به مصلحت دکتران نمیخوردیم، تاثیر سخت میرسونم دارو، لیکن دستکشی نکردن میخوریم خودت همین آدم میشه و حالتی که خودش خچه من نقض میشم، من میبرم همین بیماری گفته به همین چیزی خطن همین بیماری میبروی، یکی همین دارو مهمه، دارو را استعمال کنن، دستکشی نکنن، نقض میشه و شفا میابن. تشکر. و وقتی که شیرین ما همین شما بیمار بودید بیشتر از چی میترسیدید؟ از چیزی هراس داشتید؟ وقتی بیمار بودم میترسیدم، فکر میکردم دیگه من خسته نمیتونم، من به دست پای خودم روان نیستم. خدا را شکر صبر کردیم، خداوند شفا داد، به طبیبا یاردمی سخت کردن، حال منتظر با خبر بدن، ایشالله همش گذشت. خب تشکر میگم و امروز ها تمام امکانیت ها در کشور موجود هستند، ما شما میدونیم که خب داروهاری ها برای بیماران سیل به طور رایگان داده می شوند. با فکر شما همین چی نمی رسد که آدم به این بیماری و عذاب آن گرفتار نشود؟ چی باید کرد؟ شما از تجربتون میتونید برای خب اونهایی که شما رو میشنوند تماشا میکنند کمی قصه بکنید. این بیماری فقط همین وقتی خش سلامتی ده غذای ناز خوردن در کار همش همین میگذشته. بیماری خداوند هیچ که گرفتار نشوه و لیکن همش در دست خودی همین آدم هست. همین وقتت خوش باشه، همین چند بسیار آدم ها را به عیادتش بیایم پرسن، نزدیکاش قریب باشه، همین بیماری هم گم میشه و هم نمیشه این بیمار. خب شیرین ما خب در برابر اون که مثلا خب توجه نزدیکان، پیوندان، همسایه ها در این مورد ضرور است. باز مثلا در مورد اون که ما طبابت میکنیم خب همین ریجه طبابت رو بسیاری ها کنده میکنند، شاید همون داروها رو سری وقت نمیخورند یا یک مقدار معین وقت رو میگذرونند میخورند بعد کنده میکنند طبابت رو. در این مورد شما چی میتوانید بگویید؟ در این مورد همین دارو را سری وقت استعمال کنن، همین دارو دستکشی نکنن همش نقض میشه و فقط همین دارو را برای رعایت کنن میگذرن. ناراحتی بسیار میشه و همین وقت استعمال میکردیم همین کپسول های در بنشان تاثیر سخت میرسون، سرمون نمیشه، عصبا را ویران میکردم این دارو، لیکن حرکت میکردیم که امروز ما هم دارو باید استعمال کنیم. همون چند قدری که آدم پرسن خبر بگیرن حالش پرسی کنن نگریزن، همین بیماری همش در دست پروردگار. وقتی که همین آدم چند خد نزدیک شد قطعی
فکر میکنی که میخیزم که همی پرسیدستان اومده حالی یکم همی سلامتی خبر گرفتن همی نزدیکون. من در همی بیماری فقط همی دوستو نزدیکو همی را فهمیدم در تای 3 سال که کی قطعی من نزدیکه کی چیه. خب شیرین، ما با فکر شما برای در برابر اون که باید ما رجای طبابت رو اگر گرفتاری همین بیماری میشویم کنده نکنیم، باز کدام خصوصیت های دیگر مهم هستند که بیمار کاملا شفا یابد؟ خصوصیت بسیار مهم پیش همه وقت خوش میگیری اوقاتای سرغذا استعمال میکنی، هست حالتایی که همین خودت نگاه کردن خطی میخیزی و پیش همین حالتای مهمش چند قدری که همین بیمار آدم به عیادتش بیایه حالش پرسون شوه دستگیری کنه یا دیگر فهمی کنه همین حالتانی یکم درجه میسته. خب تشکر میگم. و بیماری فقط دوستام فهمیدم آدمایی که بسیار آدما دستگیری کردن با گپ و با صحبت‌های تلفن گپ میزدن شفا میوه نقض میشه میخیزن گفته با گپای همو گپ زده دلتی کده خمونه هم بیماری برامدیم. آدما دل شکسته نشون هم دارو را استعمال کنن ایشالا همین بیماری گم میشود دیگه هیچ که خدا چیزی بیماری نشود. خیلی خوب. و نشود سال سری من مشکلی های سخت گذشت هم بیماری مرا در حالتهای وزمین گرفتار کرد و من فقط به همین حالت پرسیدن همین نزدیکای همین خودمون و دیلی گفته هموا من باور کرده همه شفا میو من همه رای خیل میگن من نغز میشم گفته همین حالت ها برام اومدم مشکلی های من وزمین و در حالت همین گرفتاری هم بیماری. خیلی خوب. و خب شیرین، ما خب بعضا میگویند که اگر 50% داروی دوا طبابت کند از جانب طبیب، 50% دیگر همون سخن خوش طبیب انسان رو طبابت میکند. شما با همین اندیشه تا چه اندازه راضی هستید؟ یعنی منظور من اینجا بازم اون است که مناسبت طبیبان در همین مورد با شما چگونه بود؟ مناسبت طبیبان نسبت همین بیماران نقض بود. همش اومده یکم حال کسلا با خبر میشیدن نگاه و بینی نقض میکردن یگون به طرفی به چیزی ایسو به طبیبان خداوند دستشون درد نبینه این نقض شیدن دارو هست. من طبیبای همون ناحیه همون بلیسه بسیار راضی هم. من دایم راضیگی مینداری خمه به همون طبیبا میرسونم. تشکر میگم. تشکر. و شیرین، ما بازم در انجام میخواستیم اگر گفتنی داره برای اونهایی که ما و شما رو میبینن میشنوند، شاید یک نفری هست که امروز اونچه که شما از سر گذرانیده همین روزها رو میگذراند و اونهایی که خدا نکرده خب بیماری سیل هستن. و همون نفرهایی که به همین بیماری سیل گرفتارن پیش همه وقتی خداوند پروردگار شفا بده ای همین بیماری ببروین یگان آدم گرفتاری همین بیماری نشون با امید ایشالا شفا میوان. تشکر میگم. تشکر. برای شما نیز همیشه سعادت و خوشبختی تمنا میکنیم و چون اینجا فرصت ما به پایان میرسد برای بیننده ها بار دیگر خاطررسان میکنیم که همصحبت ما بودند شیرین مسلم و قهرمان سیل یا خود شخصی که از بیماری سیل شفا یافته است. همیشه در حفظ صحت خوش باشه. تشکر شیرین.